سلام بچه، من صدرا هستم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب من. خب بچه توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش وارد شدن توی بازی فوتبال 24 موبایل بدون فیلتر شکن رو بدم. شما وقتی میخواید همین بدون فیلتر شکن وارد بازی بشید 10 دقیقه یه رو طول میکشه که وارد بازی بشه، ولی با این روش که من میخوام بهتون بگم 5 ثانیه الی 10 ثانیه وارد بازی میشه. اگه نتتون خوب باشه 5 ثانیه، اگه نتتون بد باشه 10 ثانیه وارد بازی. برای خودم 7 8 ثانیه راحت بازی میاد بالا. خب بچه قبل اینکه بریم سراغ ویدیو حتما کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم با خبر بشید. این ویدیو رو هم حتما لایک کنید که خیلی من کمک میکنه. خب بچه ها، شما اولین کاری که باید بکنید اینه که برید روی تنظیمات، همون ستینگ، میاید پایین میزنید قسمت اپس یا همون برنامه ها و اینجا منیج اپس رو میزنید یا مدیریت برنامه ها. اینجا ساب میکنید تا برنامه لود شه و اینجا دنبال برنامه گوگل پلی میگردید که اینجاست، روش ضربه میزنید. اینجا چند تا گزینه میاره واسه شما. اینجا شما 2 تا راه دارید. اگه کلا گوگل پلی رو با این گزینه که بهتون نشون میدم غیر فعال کنید، دیگه کلا بدون فیلتر شکن میشه بازی، ولی گوگل پلی دیگه در دسترس ندارید. دوباره باید گوگل پلی رو دوباره فعالش کنید تا دوباره بتونید ازش استفاده کنید از گوگل پلی. ولی با این روش من هم بتونید از گوگل پلی استفاده کنید، ولی که هر وقت بخواید وارد بازی بشید شما باید این کار رو انجام بدید که بازی براتون راحت بیاد بالا. روی گزینه کلیر دیتا کلیک میکنید که بهتون نشون میدم و روی گزینه کلیر آل دیتا هست و اینجا گزینه کلیر کش هم هستش. کلیر کش برای بعضیا کار میکنه ولی برای بعضیا کار نمیکنه، ولی شما کلیر دیتا رو بزنید برای همه کار میکنه و اینجا میزه و هر اطلاعاتی که توی گوگل پلی شما بوده میپره و شما از اول باید وارد جیمیلتون روی گوگل پلی بزنید و اینجا میزنید کلیر دیتا و اینجا گزینه میده که شما برای همه اطلاعاتتون میپره. ما میگیم اوکی و اینجا کلا تنظیمات رو میبندیم و اینجا شما وارد بازی ای فوتبال میشید، صبر میکنید تا بازی بالا بیاد. خب بچه تو این فاصله حتما چنل منو ساب کنید، یادتون نره. خب صبر میکنید تا بازی بالا بیاد. خب اینجا میزنید که وارد بازی بشه. خب ببینید توی چند ثانیه وارد بازی میشه. بله دید که راحت وارد بازی شد. اینم از صفحه اصلی بازی. میبینید که سریع هم این عکس رو لود میکنه. من هرچی اد کنم لود شده. خب بچه ها، این بود این ویدیو امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال منو ساب کنید و این ویدیو رو لایک کنید که حتما ویدیو بعدی ما با خبر بشید و زنگوله بغلش هم بزنید. و تا یه ویدیوی دیگه، گودبای.